اینجا تو تاجیکستان ما هر جا که میچرخیم بچهای تاجیکستان نسبت به اون لطف دارن. اسم شما چی بود؟ اسم من سینا است. سینا میگه من زبون فارسی رو خیلی قشنگ صحبت میکنم، خیلی تلاش کرده که لهجه فارسی رو یاد بگیره. چرا سینا؟ خب ما هم زبان هستیم. بله، چون ایران هم دوست داری؟ ایران هم دوست دارم. میگه خیلی دوست دارم بیام ایران. میخوام ایران برم. کجاهاشو میشناسی ایرانو؟ تهران ما هم تهران میشینیم. بعد موزیکای ایرانی هم گوش میکنی؟ بله. چه خواننده؟ معین. اینجا نمیدونم چرا انقدر معین رو دوست دارم. معین البته تو ایران هم خیلی طرفدار داره و اینجا هم خیلی عاشقان معین رو دوست دارم. معین خیلی قشنگ میخونه. خیلی خوب میخونه. بله. دقیقاً. ان شاءالله یه روز میای ایران. بله. ازت پذیرایی میکنیم همونجوری که من اومدم اینجا شما از من پذیرایی کردید. بله. خیلی بچهای خوبی هن. حتما اگه یه نفر از تاجیکستان تو ایران دیدید تحویلش بگیرید، ببرید خونه هاتون، هر کاری که دوست دارن براشون انجام بدید، چون همین کار رو اینا دارن با ما میکنن. بله. ما هموطنیم یه جورایی. ایران تاجیکستان بیایید. مردم خیلی دوست دارن نوروز رو تو تاجیکستان باشن. جشن نوروز تو تاجیکستان خیلی بزرگ برگزار میشه. ما خیلی زیاد دوست می‌داریم ایرانی‌ها را. ایرانی‌ها هم شما رو خیلی دوست دارن. مهمونداری میکنیم. همین چند وقت پیش که رئیس جمهورتون اومد تو ایران صحبت کرد، به ما روادید ویزا رو برداشت گفت بیاید، خیلی ایرانی‌ها علاقه‌مند شدن که بیان هموطنان سابق خودمون و برادرای سابق خودمون رو بیایم و نزدیک ببینیم. بله. ما قلبی دوستتون داریم. ما هم فدای شما بشم خب. عزیز من.